سوره مؤمنون خدا 5 طایفه یا 6 طایفه را قد افلح المؤمنون گفت، به تحقیق نجات یافتن از عذاب خدا. کیها؟ کسانی که دارای 6 خصلتند. یکی از آنها کی است؟ والذین هم للزکات فاعلون. خدا میگوید آن کسانی که در دنیا از مال داشتگی خودشان زکات میدادند. برادرای عزیز، شما فکر نکنید که این مال و اسباب انجامی که شما در زیر تصرف خود دارین اینها از شما هست، از شما نیست. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنتو و تبلیت پیگمنتو رو توصیه میدهد شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتوانید پیگمنت خود را یعنی سفید شوی پوست خود را برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود را توبت کنند. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در یک سومی که تو میدهی 700 سوم خدا در عوضش میدهد اگر تو از برای خدا در راه خدا خیر احسان کنی. سوره مؤمنون خدا 5 طایفه یا 6 طایفه را قد افلح المؤمنون گفت، به تحقیق نجات یافتن از عذاب خدا. کیها؟ کسانی که دارای 6 خصلتند. یکی از آنها کی است؟ والذین هم للزکات فاعلون. خدا میگوید آن کسانی که در دنیا از مال داشتگی خودشان زکات میدادند. برادرای عزیز، شما فکر نکنید که این مال و اسباب انجامی که شما در زیر تصرف خود دارین اینها از شما هست، از شما نیست. اینا مالی هست که خدا بر شما داده است. شما بنده خیلی خوبی خدا بودین که خدا بر شما مالی زیاده داد، لکن سپاریش هم داد که از این مال بر دیگر بندگان من چکار کن؟ زکات او را و خیر احسان او را جدا کن. در این صورت تو چی میشوی؟ در این صورت تو در نزد خدا نجات میابی. زر و نعمت اکنون بده کانی توست، زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. سعدی میگوید ای جان من، امروز این زر نعمتی که داری اینا همش امروز خوجه تو هستی، کلیدهای اون خزینه ها در دست توست. امروز قدرت در بالای اونها تو داری. از این خاطر با سبب این قدر قدرت و این قدر خوجه بودن خودت چکار کن؟ در راه خدا زکات مال ادا کن، و الا بعد از سر تو بالای این مال تو زنی تو فرزندهای تو و دیگر کسها صاحب میشوند. تو حسرت میخوری، اینها را حد میکنند. در اصل همچنان است. افضل صدقه ان تصدق و انت صحیح شحیح، تأمل العيش و تخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان. پیغمبر خدا هم گفتند افضل ترین صدقه همون صدقه هست که مردک امروز بالای پای خود است، امروز دستی گرا دارد، پای روا دارد، بیرون از جاگه مرگ است. امروز اگر به دست خود داد، این افضل ترین صدقه است. شما نیستین، گفت پیغمبر خدا، وقتی که جان در حلق شما آمد و آن زمان شما بعد جوان مرچین، آن زمان بعد گوید که این فلانی را ده، این فلانی را ده. رسول الله گفتن الا وقد کان لفلانین، دیگر گفتن تو لازم نیست، زیرا که این مال تو حتمی از فلانی می شود، دیگر حاجت نیست به گفتن. دویم طایفه ای که از رحمت خدا دور بودند، همون طایفه ای بودند که در دنیا نماز می خواندند لکن زکات مال ادا نمی کردند. رسول الله حتی گفتند اقسم الله ان لا يدخل الجنه بخیل. بن رسول الله گفتند قسم به خدا، گفتند
من قسم بر ذات همون یکه و یگانه میخورم که البته به البته آدمی بخیل داخل جنت نمیشود. کسی که در دنیا بخیل باشد، کسی که از مال خودش نفقه نمیکند، حق زکات جدا نمیکند، این البته به البته رسول الله صلی الله علیه و داخل جنت نمیشود. خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، پیغمبر گفت دو خصلتی هست که در بنده اگر مؤمن و مسلمان باشد این دو خصلت جمع نمیشود. یکمش سوء الخلق و البخل، دویم گفتن یکمش بدفعلی و دویمش بخیلی. در کدام آدمی که بخیلی باشد، در کدام آدمی که فعلی بد داشته باشد، اینها مؤمن و مسلمان نیستن. گفتن پیغمبر اینا نشانه مؤمن و مسلمانی نیست. دویم طایفش همین بوده است، کسی بوده است که نماز میخوانده است لکن زکات مالش چکار نمیکرده است، ادا نمیکرده است. سیوم کی بوده است؟ سیوم من فرق بین شکر الله و شکر والدی والله یقول ان اشکر لی ولوالدیک، در سوره لقمان آیت 14. خدا میگوید سیمش همون کسانی هستند که فقط و فقط شکرانه مرا میکنند، دائم شکرانه خدا میگویند لکن شکرانه پدر و مادر نمیگویند، هیچگاه نمیگویند. حالا که میگد خدا میگد که من بر تو سپارش میدم ان اشکر لی ولی والدی، وقتی شکرانه مرا میکنی شکرانه پدر و مادرم البته بجا بیار. در این صورت چه هستی تو؟ در این صورت تو از رحمت من در روز قیامت ناامید نمیشوی. خوش به حال آن برادرانی که هم اطاعت خدا میکنن هم اطاعت پیغمبر. خوش به حال آن برادرانی که هم نماز میخوانند هم زکات میدهند. خوش به حال آن برادرانی که هم شکرانه خدا میکنند و هم شکرانه پدر و مادر خدا میکنند. زیرا اگرچند که خالق ما و شما خداوند باشد، لکن سبب به دنیا آوردن ما و شما این پدر و مادر ما و شما شده است. رغم انف من ادرک ابویه عند الكبر او کلاهما ثم لم يدخل الجنه. پیغمبر خدا باد هلاک باد. کی هلاک باد؟ آن کسی که در حال حیاتش پدر و مادر خودش میابد یا یکی از پدر و مادر خودش میابد، یعنی کلان سال میشود که مادرش دیراب میکند یا پدرش، بزمی همین که اگر داخل جنت نشود رسول اکرم گفت هلاک باد. زیرا الجنه تحت اقدام الامهات، زیرا که همین جنتی که ما و شما اینقدر زحمت میکشیم، اینقدر مهنت ها میکنیم، در زیر قدم همین پدر و مادر ما و شما هست. اگر در دنیا اینا را احترام کردیم انشاءالله همون جنت جاودانی را ما و شما نصیب میشیم. حسن بصری میگوید وقتی من طواف خانه کعبه میکردم نگاه کردم که یک جوان یک سبت کلان داشت و در داخلش پخته زیاد گذاشته بود و در داخل همون یک مادر یک کمپیر خیلی خورد بیچاره همیت خراب در داخل همون سبت بود و در پشت همون فرزند طواف خانه کعبه میکرد. البته اسلام یک چیزی هست که مادر در همون حالتهای وزنینی هم خدمتش به جا میارین. باور کن اگر شما مجله های که میبراید همین مجله ها را اگر بخوانین شما بعد به قدر اسلام و بعد به قدر قرآن تان میرسین. در دولت های غرب، دولت هایی که مثال بگیم دین آیین ندارن مثل امریکا و مثل انگلیا و فرانسیا و اسپانیا و دیگروش، اینها وقتی که بچه که زندار شد مادر پدر دیگر با اینا حق ندارد زندگی کردن، اونا را البته جدا میکنن. وقتی بیمار شد اونا چه عقیده دارن؟ بیمارخانه برای چی است؟ بیمارخانه نگاه میکنند، برده در بیمارخانه میگذارند و برای فرزند وقتی که مرد در بیمارخانه تلفن میکنند که مادرت یا پدرت از دنیا گذشت، او را میبرند در مارگ است با در کدام جایی که نباشد میگذارند، تازه میکنند بر خانه همون کس میبرند. بعد اون فرزند چیکار میکرده است؟ اون میبرده است بعد حق همون کفن و حق همون گور و حق همون چوبی که در داخلش اینا میگرانند حق همون را میداده است. تمام این از خدمت مردم غرب. الحمدلله که اسلام بین
این قرآن ببین که امروز ای پدر ای مادرها امروز شما چیکار کردین؟ باعث احترام و حرمت فرزندان قرار دادین. شما شبان روزن اگر شکرانه خدا و شکرانه قرآن و محمد کنین البته به جا آورده نمیتونین. میگه در همون سبد مادر نشسته بود و به جانب حسن بصری میگه به جانب من گشت گفت در سبد میبینی کی هست؟ گفتم کی هست؟ گفت مادرم هست. 7 سال شد که گفت این چونین عمل را من انجام میدهم. هر سال از ملک شام پیاده در همین سبد مادرم آمده مادرم طواف خانه کعبه میدهم. حسن بصری میگه به جانبش گشتم گفتم ای جوان اگر تو را خدا 70 سال عمر داده باشد و اگر 70 بار همین مادر از ملک شام به مکه مکرمه بیاری و طواف خانه کعبه ده اگر حضور حاضرش بگردانی باور کن تو فقط خدمت یک شبه کردی و خلاص. یک شبه خدمت مادر کردی و خلاص. به این نناز گفت زیرا خدمت مادر خیلی و خیلی در حق فرزند زیاد است. به قدر این نعمت کسانی میرسند که مادر ندارند، کسانی میرسند که پدر ندارند. در این حالت ما و شما به قدر مادر به قدر پدر ما و شما میرسیم. حالی بالای سر ما و شماست، بالای سر ما و شما که هست ما و شما اهمیت نمیتیم. وقتی از دنیا که سفر میکند در یک جای یک قصه مادر که میگذرد بعد آبای چشم ما و شما میرسد و ما و شما افسوس میخوریم که پروردگارا کاش که مادری مرا حیاتی دوباره دی تا که از این حدیثای که پیغمبر خدا برای ما خبر داده است خدمت پدر و مادر میکردیم تا که همراه پدر و مادر من داخل جنت میشدم. افسوس میکرد اون جوانها دیگر فایده ای نمیکند. لیکن اگر در دنیا خدمت کرده باشد جای افسوس نیست، خوش به حالش که دعای پدر و مادر را گرفته باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و خدا قسم همه ما را در دلمان چقدر خواهش‌هایی هست که کاش که ما از جمله کسانی میشدیم که در پهلوی ابوبکر می‌نشستیم، در پهلوی عمر می‌نشستیم، در پهلوی عثمان می‌نشستیم، در پهلوی علی رضی الله تعالی عنه می‌نشستیم. چه بنده‌های با سعادتی بود. آمدم فجلست الی عمر ابن الخطاب، در پهلوی عمر نشستم. عمر که برادرای عزیز پیغمبر خدا گفتند رأیت فی الجنة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقیل لعمر ابن الخطاب. وقتی جنت در آمدم نگاه کردم یک قصری خیلی فرق کننده از دیگر قصرها که گویم از زیر تا تار همه از طلا بود. پرسیدم این قصر کیست؟ و من جواب آمد این قصر عمر ابن الخطاب است. ولی زمانی که عمر در روی زمین بود و زنده بود قصر در جنت الله کرد آمد. عمر که رسول اکرم گفتن اشدهم فی امر الله، در امر پروردگار چی تحقیریه داشت. عمر که در کوچه اگر دست جوانه در دست خانمش میدید دنیا برای او تاریک میشد. عمر که مرد در پهلوی زنش در کوچه نشستند نمیماند، میگفت این عملی تو این نشستی تو تأثیر برای جامعه میرساند، همگان تو ویران میکنی. چگونه امروز دادرای ما که الحمدلله که زن دوست دارن، من جانب دارم که شما زن دوست دار باشید، من جانب دارم که زنهای شما را هم دوست دارد، لیکن معنای دوستی این نیست که دستی تو در زیر کشید زنی تو در کوچه تو قدم زنی. این از مدنیت نیست دادریت، این از اون مدنیت نیست. این معنای او را نشان نمیدهد که تو محبتی بر خانم داری یا خانم محبتی بر تو دارد. عمر که حبیب خدا گفته اللهم اعز الاسلام باحب هذین رجلین الیک. پروردگار دعا میکنم، گفت وقتی که عمر ایمان نیاورده بود خدایا دعا میکنم که از همین دو مرد کدامش به سوی تو محبوب تر است، ابو جهل یا عمر، و یکی از این اسلام ببخش. و
و کان احبهما الیه عمر بن الخطاب. حبیب خدا میگه بعد این دعای من که عمر ایمان آورد ما فهمیدیم که عمر محبوبیتی در پیش خدا دارد. دادر عزیز، همگان ما عمر را دوست می‌داریم و دوستدار باشیم. بچه های ما باید عمر باشند، بچه های ما باید ابوبکر باشند، بچه های ما باید عثمان باشند، بچه های ما باید علی رضی الله تعالی عنهم باشند. باری حضرت علی دا پهلوی حضرت علی دا ابی الاسود میگوید نشست کن بینیم فمرت بهم جنازه. پهلوی حضرت عمر دا چند نفر بودیم، بناگاه یک تابوتی را با پیش ما گذرانیدند. فاثنی علی صاحبها خیرا. بعد این پهلوها گفتند، ای عمر گفتند این مرد فلانی ابن فلانی بسیار انسان شریف بود، بسیار انسان پای با عبادت داشت، زبانی خوب داشت، دستی به آزار داشت، قدمی در راه درست داشت. حضرت عمر که این حمد و ثنا را از زبان پهلو بودگی های خود در حق این مرده که شنید وجب گفتند، واجب شد بر او بود. بعد از آن ابی الاسود میگوید این زمان نشسته بودیم پی صحبت بودیم که ثم مر باخرى، باز یک تابوت دیگر را دیدیم که از دنبال این تابوت دیگر هم که در داخل او کسی از بندگان خدا مرده بود گذرش رسید. فاثنی علی صاحبها خیرا. بعدا میگوید پهلو بودگی حضرت عمر گفتند اینش فلانی ابن فلانی، این آنقدر مسجد را دوست می داشت، آنقدر پای به طهارت را دوست می داشت، آنقدر نماز شب را دوست می داشت، آنقدر در برادرای مسلمان خدمتگار بود. هیچ مسلمانی این زمان ما از این آدم آزار یافتگی نیست. حضرت عمر که نشونیدن گفتن وجبت، واجب شد بر او. حضرت ابی الاسود میگوید این دفعه میگوید مشغول صحبت بودیم که ثم مر بالثالثه، سوم تابوت میگه آمد، سوم تابوت هم به پیش ما گذشت. این دفعه چی بود؟ این دفعه میگوید فاثنی علی صاحبها شرا. این دفعه میگوید به عمر گفتن اینا میدانی چیست؟ این آدم بود که پای در زنا داشت. ببینید پای در زنا داشت، این از این آب حلال کردگی خدا را دیده، از حرام کرده های خدا زیاد بنوشید. این از جمله کسانی بود که خیلی بدی ها داشت. حضرت عمر اینم که شنیدن گفتند وجبت، واجب شد بر او. ابوالاسود از واجب شد بر او چیزی نفهمید. از عمر پرسید و ما وجبت یا امیر المؤمنین، چی واجب شد؟ آدم خوبم گفتی واجب شد، آدم دویم خوبه که گذشت هم واجب شد، این آدم ناخوبه هم که از پیش ما گذشت گفتی واجب شد. چی واجب شد؟ قلت کما قال النبی. حضرت گفتند من این جمله را یاد گرفتم از حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا گفتند ایما مسلم شهد له 4 بخیر ادخله الله الجنه. من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر کدام جنازه در 4 کس گوید که آدم خوب است جنت برای واجب میشه. اگر 4 کس گوید که وی آدم پلید است، آدم ناخوب است، برای عذاب خدا واجب میشه. ابی الاسود میگوید گفتم و ثلاثتون، اگر 3 کس شاهدی که هرچی. حضرت عمر و قال ثلاثتون، 3 کس هم شاهدی که هست خدا وی جنت میبرد، 3 کس هم بابتی شاهدی که هست خدا او را عذابش را مبتلا میکنه.
ابوالاسود میگوید گفتم و اثنان اگر دو کس شاهدی دهد چی؟ عمر میگوید گفتم اگر دو کس هم شاهدی دهد که وی آدم خوب است، آدم نیک است، بی‌ضرر انسان است، جنت برای واجب می شود. ابوالاسود میگوید ولم نسأله عن الواحد، دیگر از یک کس نپرسیدم که اگر یک کس شاهدی هست جنت می رود یا نه، از اینش نپرسیدم. پروردگارا ما را از جمله آن بندگان گردان که چه در قید حیات باشیم چه بالای تابوت باشیم، ما را مردم انسان خوب گویند. خدایا نه از روی دل گویند بلکه در اصل آدم خوب باشیم. ای که تو پیوسته در عصیان روی، میخواستم همین مصرعی که عبدالله انصاری خیلی خوب بیان کردن، همون آدمایی که امروز پای در راه زنا دارند، پای در راه های حرام کرده خدا دارند، این نصیحت عبدالله انصاری را در همون خواه خانت باشد، خواه اتاق کاریت باشد، خواه تلفنت باشد، همیشه همین نگه دار. شاید که همین مصرع‌های این حضرت سبب شود و تو از جمله انسان‌های خوب شوی که تابوت تو را دیدگی آدم غم و غوسه فراش گیرد. ای که تو پیوسته در عصیان روی، ای که تو پیوسته در عصیان روی، چون بمیری همچنان پزمان روی. نیک باید زیستن تا وقتی مرگ، دیگران گریند و تو خندان روی. همچنان زندگی کن که همگان در گریه بیارو، لیکن خودت خندان به سوی خانه قبرت رو، خندان به سوی پروردگارت برو. بگذار تمام نیکی های تو، خوبی های تو، خوشبختی های تو در دل مردم یک خلطه غم شود، لیکن برای تو خنده، برای تو گویم وقتی خوش در خانه قبر روز قیامت شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. صدق الله العظیم. این آیت هایی که خواندم دادر عزیز از سوره مبارکه نور هست. پیش از آنه که این آیت مبارکه را من برای شما تحلیل نمایم، میخواستم آغاز این صحبت از یک غزلهای حضرت مولوی جنون رحمت الله علیه بهر شما آغاز نمایم. زمین نالد به درگاه الهی، زمین نالد به درگاه الهی، ز فسقی عاصیانی روسیایی. با پشت من چها کرد آدمی زاد، ز دست ابن آدم داد و فریاد. فساد و فتنه ها و فسق و عصیان، گناهان کرده اند تا کندنی جان.
گرانبارم ز عصیان ایشان، گرانبار من از عصیان ایشان، شد از مدفونشان خاکم پریشان. ندارم طاقتی عصیان این بار، ز من این عاصیان را زود بردار. چون این روزی سیاحت هست در پیش، نمیگیری چرا بر حالتی خیش. دادر عزیز، حضرت مولوی وقتی که قرآن ورق زدن، وقتی حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ورق زدن، به خلاصه آمدن که قلم خود گیرن و با خون جگری خود این مصرع ها را عادی کرده، ساده کرده و گوش تو رسانید تا که تو از این راهی ناخوب، از این راهی به آبروگی، به شرمی، به عزتی تو پوست گردانی. برادر عزیز، حضرت مولوی میگه زمین نالد به درگاه الهی، ز فسق عاصیان روسیایی. از این فسق و فساد، از این خلوتی زنها با مردهای بیگانه که زمین همه این شاهد هست، آگاه هست، اگر چند که دادرای ما، خواهرای ما از چشم مردم خلوت میروند، در ساعتهای تاریکی شب میروند. یکی فراموش نکن دادری عزیز، خواهری عزیز، زمین از حال تو آگاه است. زمین وقتی که تو در بالای این زمین دستی با تجاوز میزنی، دستی برای زنا دراز میکنی، این زمین میگه داد و فریاد من میبراید، داد و فریادش میبراید. حتی میگه ندارم طاقت عصیان این بار. پروردگار، آخه من طاقتی اینقدر عملهای زیسته که در بالای من کرده ایستادن، من طاقتی برداشتنی این بار ندارم. خدایا میگفتم ز من این عاصیان را زود بردار. خدایا درو این از بالای من بردار، درو این به من هیچ وقت در بالای من این گونه بنده زیشت و بنده ناخوب بالای من قرار نده. برادر عزیز، چگونه در روایت ها میآید که یک آدم نمازخوان وقتی از روی زمین کنده می شود 40 روز زمین به سوی پروردگار عرضه میکرد از خدایا این نفری بود که سبحان ربی الاعلا میگفت، برای چی جان این قبض کردی؟ ببینید برای چی؟ و اگر در عوض این وقتی یک آدم ناخوب، آدم نازیش، وقتی که شما تصور کنید برادر، همون منظره را تصور کنید، وقتی خواهر ما و شما را، دختر مسلمان ما و شما را وقتی عریان میکنند، خودشان عریان میکنند، موزیکه های بلند میگذارند، در پیش همه حرام کرده های خدا را میگذارند، عیش و عشرت میکنند، آیا غضب خدا بیدار نمیشود؟ البته بیدار میشود. آیا زمین که یکی از مخلوق خداست این قدر است که بیچاره زبان ندارد که و سویش تو گوید که ای ناخلق، زود است که تو از پشت من و شکم من میایی آتا میبینی، این قدر بیچاره قوت دارد. برادر عزیز، زمین به سوی پروردگار مینالیدد، از خلوتی تو درک دارد. بگذار تو چراغا را خاموش کن، بگذار تو کجایی نباشد، زیر زمین بدرایی، بالای زمین ببرایی، در هر جایی که نباشی الله تو را میبیند. زمین تو را شاهد است. بالا یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. برادر عزیز، سوره مبارکه نور کشاده کن. خدا میگه یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. بنده میگه تو بگذار جای خلوت را، بگذار از چشم پدر و مادراتان پنهان کنین،
بگذار از چشم ملاها و حکومتداراتون پنهان این عمل انجام دهیم. لیکن فراموش نکن روز قیامت پروردگار میگه شاهدی میدهد بالای تو که السینتهم، ان همین زمانی که با او تو این مراسا میکردی و این زمانی که در زبان او میگذاشتی و زبان او را گویم که نمیدیدی و دیگر میگه این زبان بالای تو شاهدی میدهد. خدا میگه یوم تشهد علیهم السینتهم، ان همین زبان بالای تو گواه است، همین شاهد است بالای تو. و ایدیهم، این دستایی که تو را در آغوش بگیری، این دستایی که تو بدنی که با او رسانیدنی تو برای تو یک زیان و ضرر است میساز میکنی، این دستها بالای تو شاهدی میده. خدا و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون، این قدمهایی که تو برای واخوری اعلان کردی، این قدمهایی که تو برای جایی گویم که فسق و فسادی خودت معین کردی و قدم زده رفتی، این قدمها هم به سوی پروردگار تو روز قیامت شاهدی میدهد. حضرت داوود علیه السلام بینید دادر عزیز که اونها معصوم از گناه بودند، گناه نمیکردند، از گناه میترسیدند. حتی در مناجات حضرت داوود گفته بود پروردگارا مبادایی که اگر این پایهای من در راه قدم زند که رضاگی تو نباشد، در راه قدم زند که غضب تو بیدار شود، فرشته های تو ناراحت شود، تکسیر رجلای خدایا پاها بشکن، خدایا نگذار قوت نده در پای من که به سوی این گناه من قدم زنم. برادر عزیز برای چی این سخن پیغمبرها را برای خود شعار نمیکنی؟ و تو تلفن گپ میزنی یا یک لحظه با او بهم اصطلاحهای او آتیش بکنی، این چقدر برای تو ضرر است، چقدر برای تو وزنینه میاره. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اما یاسین بالای بیماری ها میخوانید برادر عزیز، میدانید در همین سوره یاسین خدا چی گفته ایستاده؟ روز قیامت من در دهان شما مهر میزنم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امر میکنم که دستها بالای این بنده اخبار ده چیکار کرد؟ دستها یکایک همش میگوید. امر میکنم با پایهای تو کجا رفت؟ یکایک بالای تو خبر میدهد. نه دروغ نه تهمت، آن چی کردی همش میگوید. ببین و جای خلوت چی دست از کی خلوت میره؟ از دو دری از آخر شما توفیق شما کجاست؟ خدا تحصیل کجاست؟ و پوش با پوش تا الحمدلله مسلمان آمده بود. قصه ای که در غار 3 نفر آدم 3 تا جوان مرد خوش به حال اون جوان مردها و جوان مرد بودند. جوان مرد آن کسی است که در اطاعت پروردگار است. این جوان مردی نیست که شما آبروی ملت ما نریزانید، آبروی مسلمانی ما نریزانید. این جوان مردی نیست. وقتی در غار افتیدن بالای اونا سنگ آمد و گویم دهن غار را محکم کرد، تاریکی فرا گرفت و یقین به دلشان بدرانیدم که ما اگر از اینجا خلاص نشویم اینجا هوا نمیرسد، زود است که خلاص میشویم. هر 3 بچه‌های سالم و صالح که بودن گفتن یگانه چیزی که ما را از اینجا نجات میدهد عمل صالح ماست. اگر عملی خوب کرده باشه، پیشگاه خدا از برای خدا کرده باشه، الله ما را از اینجا نجات میدهد. یکی از اون چی گفت پروردگارا من کودکای خرد دارم، بای به دولت نیستم، همون یک چینی شیر همگی سرمایه زندگی من همون یک چینی شیر است. خدای مهربان من وقتی این شیر از گاو می دوشم و یا اول از برای آن که تو گفتی که پدر و مادر را حرمت کن، من کودکای خود منه اول پدر و مادرم را برده میرسانم. شب آمدم که پدر و مادرم خواب بودن، کودکام همون روز خیلی گرسنه بودن، لیکن پروردگارم به خاطر امر تو، به خاطر که مرا دعوت کردی و سفارش دادی که پدر و مادر حرمت کن،
من آمدم که پدر و مادرم خواب بودن و هیچ دیگر قدرت پیدا نکردم که پدر و مادر ما بیدار کنم و بالای سرم اونها ایستادگری کردم. تا سحر ایستادگری کردم. سحر که چشمشون را گشادن، شیر پیشکش کردم، شیر خوردم، هر چیز از اون باقی من به فرزندان بردم. خدای اگر همین از برای تو کرده باشم، همین سنگ از بالای ما دور کن. وقتی این گفت که عمل از برای خدا بود، جوان مردی حقیقی که بود، دیگر سنگ کم یگان شاید نیم متر بود یا از کمتر پیشتر رفت. یک روشنایی غار فرا گرفت. گفت برادر عزیز، کنی تو هم آخر بچه سالم صالحی، الحمدلله که ما در چهره تو آثار خوبی را میبینیم، کنی یک عمل تا پیشنهادی خدا. او چی گفت؟ گفت پروردگارا، من دختر عمه داشتم، دختر عمکی داشتم، خیلی صاحب جمال بود، به نهایت دوستش می داشتم. دوست به معنایی که جای شود، شرایط شود که من با این همخوابه شوم. خداوندا یک زمان قحطی آوردی، این دختر عمکی من خانه ما آمد و گفت برای من قرضی که در خانه ما چی داری؟ من گفتم من 120 تنگه برای تو میدهم، لیکن تو نفس در من نبخشی، الان من با تو همخوابه میشوم، اصلا با طریق زنا. دیگر وقت 120 تنگه را این دختر عمکی من گرفت و خودش میگه در اختیار من بخشید. بعد از این میگوید من دختر عمت میگه عریان کردم، خود من عریان شدم. ببینید و زمین غلطانیدم، در بین پای او در آمدن وجود دختر عمکی من مثل برگی بیت میلرزید از ترس. ببینید از ترس که این چه عمل است که من بجا میارم. از زیر میگوید، از زیر از پایان به جانب من گفت، بچه عمکی گفت از خدا بترس، همین بکارتی مرا نگیر، این بکارتی من حق تو نیست، این حق شوهر من است. پروردگارا همون کلمه که این دختر از زیر پای من گفت که از خدا بترس در جیگری من تأثیر کرد و من همون عمل نکردم، از برای ترسی تو از بالای این دختر سلامت خیستم. خدا اگر از برای تو کرده باشم، سنگ از بالای بازور کن، سنگ کلن از بالای غار بیرون شد. برادر عزیز، کنی همتا جوانه که از این خیل حالت خودشاری کنه. امروز جوانای ما در این حالت نه، در این حالت دخترها را وادار میکنن و میارن. حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. برادر عزیز، این آیت خواندم از سوره مبارکه مسلیت است. خدا میگوید روز قیامت گوشهای تو، چشمهای تو، ببینید بالای تو شاهدی میدهد و جلودهم، خدا را ببین، و جلودهم، پوست شما بالای شما گواهی میدهد، پوست هاتان. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. بعدا این آدم ها وقتی که بالاشون شاهدی میدهند، بعدا میگفته پروردگارا، میگفته پسوی پوست خود میگفته لما شهدتم علینا، برای چی تو بالای ما شاهدی داده ایستاده ای؟ پوست پسوی صاحب خودش میگفته انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ای ابله، پروردگار مرا امر کرد، پروردگار مرا زبان داد که بالای اخبارات دی. پس کجا جای گریز؟ کنی جایی که خدا نباشد، کنی همتا جا نیست. برادر عزیز، همه جا خدا در قرآن گفت لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشم در دنیا مرا نمیبیند، یگانه جایی که شما مرا میبینید این جنتی ها در جنت است، لیکن در دنیا من همه چشم های شما را میبینم. خدا میگه همه شما را میبینم. این
خاطر فکر میکنم که این آیت های قرآن باید در داخل جگر ما و شما مثل تیره که از جانب کسی به سوی ما و شما زده می شود، همچنان تیر باید در وجود ما و شما تأثیرش باقی ماند. زیرا ما در آینده قیامت داریم، در آینده گور داریم. برادر عزیز، در یک جنازه بودم وقتی پرسیدم که این کس کی باشد، همه پرسید، گفتن این آدم چه آدم الفتی بود. گفتیم چه الفتی بود؟ گفتن همین بسیارتر همین عرق می نوشید، لیکن با کسی کار نداشت. مردم ساده را بینه، با کسی کار نداشت. برادر بگذار با کسی کار نداشته باشد، لیکن شکستن امر خداست بود و امر خدا را شکسته ایستاده. از این دیگر رنجش زیاد است. و تو همسایه ها تا آزار ندادی، رفیقات آزار ندادی، و شیطان خرسند کردی، الله را غضبناک کردی. کو این شفیق را نمیدونی؟ خدا کند که اگر ساعت نآید که ما و شما از دنیا گذریم و ما و شما را هم بسیار الفتی بود، بسیار زنکباز بود، بسیار چشمی گرگماننده داشت که هر کسی را که میخواست او را حتمی به آب رو میکرد. خدا نکند از جمله اینا باشیم. تو میدانی که جاویدان نمانی، حضرت سعدی میگو تو میدانی که جاویدان نمانی، روا دانی که نامی بد میماند. تو یقین ندانی که میمری راه نداری. نابسته جوانی پیران سالی، ولی جای تعصبش این است که بعض پیران سالای ما دستی در زنا دارند. باور کنین بعض پیران سالای ما دستی در زنا دارند. حبیب خدا گفتن ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. گوش کن که اگر عمر گذشته باشه و دستی در زنا داشته باشی، اگر خود ذره ایمان داشته باشی، این حدیث پیغمبر خدا تو را باید که بیدار کند. سه طایفه را حبیب خدا میگوید روز قیامت خداوند عیب نمیبیند که با اینها صحبت کند، عیب نمیبیند. ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خداوند خواهیش هم ندارد که با این سه طایفه چیکار کند؟ صحبتی داشته باشه، گپ بزند، عیب نمیبیند، روا نمیبیند خدا. ولا ینظر الیهم، و اونها نظرم نمیکند. گویا سه نفری که تماما در کار نیستند. ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم، پیغمبر خدا بود خدا اینها را در روز قیامت پاک هم نمیکند. ببینید ولهم عذاب الیم، خدا گفت برای اینا چنان درد عذاب دهنده دارم، آنچنان درد علم آور دارم که تمام دوزخی ها صدای اینها را میشنوند. ولهم عذاب الیم. یکون کیست؟ شیخ زانی، موی سفید زناکار، موی سفید زناکار. دوم البیاع الحلاق، سوداگری که برای آنکه خریدار از پیش او دور نرود، خریدار باید حتمی مال وی خرد، تمام دروغ ها را قسم بخورد. جوانای عزیز، اکثر شما سوداگره، بعضی هاش همون خریدارها که از مالهای خیتای و دیگرها که مانده شده گیان مقصد، بعضی همون مالهایی که در آن کنده می شوند، ای کمبغلی بیچاره را پولش دلش که با پولش می سوزد، حتی می پرزد همین مال همون است. نه نمیگه این مال تماما مال وای نیست، میداند یقین دروغ. برادر چهار عمل بالای تو، خدا با تو گپ نمیزند، نظری رحمت ندارد. ببینید
پاکت نمیکند، عذابی در جهنم میزند. کدام وقت؟ وقتی که تو خریدارها را فریب بدهی. برای سودای گرم خودت فرق ندارد، هر قسمی نباشد خوردن بگیری. البیاع الحلاف. به نام خدا قسم میخورد. به نام خدا قسم خوردن این 3 روز کفارت دارد. کفارت دارد این. حتی انسان تا 3 روز روزه نگیرد ولی مرتکب گناه کبیره است. دادرد آقای برادرای شما هستند. چرا یارم پیغمبر خدا بازار رفتن، یک خرما فروش دیدن که بالا در خرماهای خوب و زیرش خراب بودن. حبیب خدا درو میگوید با دستی مبارکش خرماهای بالا را طرفی زیر پیله کرد، بالا پایانا را با همش عراره کردن. گفتن هر کسی که اگر هم خیانت میکند وای از ما نیست بودن، و از ما نیست، و از اسلام ما نیست. بگذار دادایم همون 100 سوم فایده بینی، تو 100 سوم فایده بینی، تو از ضررهاش فکر نمیکنی که خدا قدرت دارد که ضرر ندارد که به $1000 جور کلافه میشود. اینش هم خدا قدرت دارد. کمرخدین و جدام چگونه معامله کردیم تا معامله را تو با منتظر شد. تمام حبیب خدا گفتن امام الجائر، در بعض روایت فقیر المختار، کم بغلی که تکبری میکند، کم بغلی تکبری میکند.